بلوگر مشهور زاده دوغستان خسبولو مگامدوف معروف با لقب خاسبک به تاجیکستان آمده است. در این باره خود او با نشر یک عکس در زیر شرشره در صفحه‌اش در اینستاگرام خبر داد. به همه سلام علیکم. کوتاه نوشته است خاسبک در زیر این عکس درباره هدف و برنامه سفر خود به تاجیکستان او اطلاعی نداده است، ولی بسیاری از کاربران تاجیک خاسبک را به تاجیکستان خوش آمدید گفته اظهار امید کردند که به زودی ویدیوهای خوبی او را درباره تاجیکستان تماشا خواهند کرد. قبلا یک بلاگر دیگر معروف از روسیه گوسین گسانوف که اصلا اوزری است نیز از تاجیکستان بازدید کرده بود. خاسبک با قد همگی 93 سانتی متر و وزن همگی 18 کیلو چند سال پیش در پی نشر ویدیوی کلوب نیکخوریش مشهور شد و بعد اعلان نبردش با عبدالرازق یک آوازخوار جوان از تاجیکستان که وزن او همگی 18 کیلو و قدش زیر 1 متر است شهرت بین المللی به دست آورد. خاسبک را به مسابقه های بین المللی دعوت می کنند و سال 2022 خاسبک با لیگ مشهور ورزشی MMA UFC شرطنامه 5 ساله بست. مجله فوربس اخیرا خبر داد که این بلاگر دوغستانی در یک سال اخیر از حساب قراردادهای امضا کردهش و رکلام بیش از $2 میلیون درآمد داشته است.